بسم الله الرحمن الرحیم. داره اومد تاش داره میساریانا. بله. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام در خدمت شما آقای فردوسی پور و تمام همکارای گرامیتون و دوست عزیزم آقای جلال مرادی که اون موقع داور بود. هنوز بازی شروع نشده بود، یه اختلاف ما داده بود. سلام و عرض ادب خدمت تمام مردم عزیز کشورم. در خدمتم قربان. آقا شما کلا بازی که می‌بازید بعدش خوب می‌پیچونید، اصلا دیگه نیستید کلا. اصلا اینطوری آقای فردوسی پور. من اون شب مریض بودم. هنوز از این صدام در نمیاد. نه صدات که به خاطر که امروز اینقدر جگدات کردی در نمیاد. آقا می‌خوام ولی اینجا وسط زمین چیکار می‌کنی؟ من اصلا به بازگوام میگم که که بیام یه عقب اصلا خیلی راحت خیلی شیک رفت وسط زمین و وسط بازی کسی به شوکی چیزی احتیاج نداشت. بوده حالا تو خودت بزن که من بزنم آقای فردوسی ببینید باید بیچاره می‌کنه. گفت من زورم کمه تو آروم بزن بیش من زدم تو گوشش. این بهتاش به سطح بنده خدا چی میکشه دست شما؟ این شوکا بهش وارد میشه به طور مرتب؟ به بهتاش نمیتونیم بزنیم، شاید اون مورد بزنه. شما الان شوک جدیدن داری جایی؟ بله. میگن خودتون که شوک ندادید به کسی؟ نه قربان. اما دکترتون مثل که شوکو بهش خوب آموزش دادید. شما کلا کسباتون کار میکنم یکی از خصوصیاتی که من شوک بدن یا شوک بگیرن ها؟ نه نمیدونم شما اما خوشتون میاد یا اصلا طور حواس از کدومون بعدتون میاد معلوم نیست که یه قاطع هست دیگه. شما که واقعا کلا شخصیت جالبی دارید آقای میساقیان. شما ما خیلی دوست دارین ولی بقیه ما دوست ندارن. نه کلا برای شخصیت جوری که همه دوستتون دارن. اون تصاویر مدش شما هفته قبل گریه میکردید، میخندیدید، بالا میپریدید، پایین میپریدید، اصلا آخر سوژه بودید اصلا. خیلی ممنون میساقیان. همین آقای بله؟ همین دیگه آقای فردوسی سالا که با که نشون بدیم که چی بشه. نه باید وقتی که یه مربی تمرین میشه، یه بازیکن تمرین میشه، یه داورم باید جریمه بشه دیگه. نه الان ما چیکار کنیم؟ میخوام مثلا آقای فغانی رو بیاریم اینجا چیکار یعنی نه آقای فغانی داور خیلی خوب، داور جوون و باطی است که خودم همیشه تو کاندیدای داوری اونو بهترین داور انتخاب می‌کنم. ولی باید به داور بگیم آقا این ما چیکار کنیم الان؟ خب ما چیکار کنیم؟ خب بخوام با هم خداحافظی کنیم همینجا قشنگ. خداحافظ. خداحافظ. اون شب آقای فردوسی برام گفتین که با هم صحبت کردیم از پنالتی شما گفتین من چیکار کنم اکبر؟ خب شما ما زنگ زده بودی. خب من با چیکار کنم؟ شما خب الان ما زنگ زدید راجع به این منطقه‌ای پرسیدیم. اون شب برام میگین خب اکبر من چیکار کنم تو پنالتی زون؟ اکبر من گفتم آقای میساقیان چیکار کنم حالا مثلا خب پنالتی کاش مثلا آقای فردوسی من دارم با تیمم زندگی میکنم با تیمم. درست. با هم میخندیم، با هم گریه میکنیم. با هم میزنیم. با هم شوک وارد میکنید. باشه خیلی ممنون جناب. شبتون بخیر. اجازه است خداحافظی کنید. اجازه است خداحافظی کنید. خداحافظ. خداحافظ شما.